شعله‌ور در هوا ستاره من، شعله‌ور در هوا ستاره من، در حسابی ستاره های فضا، در حسابی ستاره های فضا، به تو کردم خطا ستاره من، به تو کردم خطا ستاره من. سحر آمد برا ستاره من، سحر آمد برا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من. با امیدی سحر نشستم من، دیده از راه تو نبستم من، گردن خواب را شکستم من، گردن خواب را شکستم من، در وفا استوار ایستادم من، در وفا استوار ایستادم من. سحر آمد برا ستاره من، سحر آمد برا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من، سحری پر صفا ستاره من، ستاره من، ستاره من. درود عرض میکنیم دوستان عزیز. برنامه ما شروع شد با یک ترانه جذاب، زیبا و خاطرمان. من باور دارم که این ترانه را همگی میدونن. یکی از ترانه های محبوب که صدها مراتب بازخوانی شده است، صدها مراتب به دل مردم راه یافته است. ترانه ستاره من از بسته‌کار مشهور تاجیکستان، یکی از بسته‌کارانی که پایه صنعت تاجیک است، زیادالله شهیدی، و متن این ترانه از شاعری خلقی تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان، استاد میرزا ترسونزاده. و این ترانه را اولین بار یکی از هنرمندان خیلی محبوب مقدس نبی و اجرا کرده است و بعد از سالها این ترانه دوباره از جانب هنرمندان زیاد سراییده شد، بارها به دلها راه یافت. و امروز دوستان عزیز ما به برنامه خاطره ها پروین محمدی را دعوت کردیم، یکی از سرانده های خیلی خوش صدا، یکی از آوازخوان‌های محبوب کشور که در برنامه خاطره ها ترانه های ماندگار هنرمندان گذشته را بسرایند و برنامه ما با ترانه ستاره من آغاز شد. چرا این ترانه را انتخاب کردید؟ تشکر فرقه جان. من پیش از همه سلام درود خود را به بینندگان تلویزیون سفینه میرسانم و در بابت سرود که شما پرسیدید گفتنی هستم که این سرود را من از خردی بسیار گوش میکردم، چون آوازخوان محبوب کشورمان شادروان مقدس نبی را دوست می داشتم
زیاد آهنگای کس رو گوش میکردم، زمزمه میکردم. این سرود رو البته من میدونستم ولی نسرویده بودم. و یک روز وقتی ما تمرین میکردیم، پیش از اون که به برنامه شما بیایم آمادگی میگرفتیم، همراه نوازنده خوبی که دستپرورانی مرکز فرهنگی هندوستان در تاجیکستان است که من هم یکی از شاگردان همین مرکز هستم، و امید جان در میبینه در سینتزاتور و احمد جان در گیتار و صبر جان طبله. ما که هم یک جای تمرین میکردیم، من خواستم یگون آهنگ تاجیکی باید انتخاب کنیم که از پیشتر ها باشد، آوازخوان‌های پیشتر سرایم، و امید جان همین نواختن همین چیزا. ولی آهنگ مثلا نوازشش دیگرگونه بود. بله این اکنون دیدی جوان ولی دیگرگونه شروع میشد. لا لا لا. وقتی که من خواندم بسیارتر امید جان گفت که بیاید اپا همینه یک کمی حاضر زمان میکنیم در بین اون نغمه هایی که پیش اصلش بود، چون این برنامه با صدای زنده میرود و ما میتوانیم یک کمی اینجا دیگرگونی داخل کنیم. خیلی وقتی که نواختم بسیار خوشم آمد، ولی موسیقی همون موسیقی است، همون سرود است. بله و وقتی که من میخوانم و در مابین اون نغمه هایی که مینوازن، اینها باز جوان ها فکرهایشان تازه هستن، این چیزا نواختن. من هم خوشم آمد، قبول کردیم، من چیز تمرین کردیم. امروز پیشنهادی شما گرفتیم. مقبول بود، جالب بود. این ترانه را مقدس نبی و قدر معروف کرد. بله. در آهنگ‌های زیادالله شهیدی استاد میرزا ترسونزاده بسیار متن نوشتند. مثلا خانه ما اونقدر هم دور نیست. بله بسیار آهنگ‌های مشهور هستند، آهنگ‌های خوب. و بیشتر آهنگ‌هایی که مشهور هستند، بیشتر آهنگ‌هایی که تا امروز مثلا بازخوانی میشوند، متنش از استاد میرزا ترسونزاده بود. من فکر میکنم اونها همسایه بودند. شاید. نه ولی همسایه هستند. تا حال مثلا خانموزه زیادالله شهیدی از راه بالا است و خانموزه استاد ترسونزاده از راه پایان است و فکر میکنم که همین همسایگی باعث شد که آنها مثلا این گونه از شاهکاری ها را در موسیقی تاجیک و میان بیارن. اصلا آهنگ های زیادالله شهیدی را هنرمندان دیگر میسراییدند و فکر میکنم یگانه ترانه ای که مقدس نبی و خانه است همین است که از استاد زیادالله شهیدی. بله تا جایی که من میدونم ولی نمیدونم. آهنگی هست که 100% گویم تاجیکانه است. بله. هم آهنگ، هم آواز، هم شعر و فکرم یک کهنه هم نمیشه. یک ستاره است واقعا هم این آهنگ. ستاره من واقعا یک ستاره است در آسمان صنعت تاجیک این ترانه و مقدس نبی و با اون مثلا عمری کوتاهی که در صنعت تاجیک داشت. واقعا هم ترانه های خیلی ماندگار به میراث گذاشت که امروز هم با یک حساسیت، با یک احساس عجیب اونها را گوش میدیم، از اونها لذت میبریم. امروز باز چی ها آوردید به برنامه ما؟ فکر میکنم تنها از مقدس نبی و نیست. ما تصمیم گرفتیم که چون ما دستپرورانی مرکزی فرهنگی هندوستان هستیم، اونجا ما آهنگای تاجیکی میسرایم، آهنگای به زبان فارسی یعنی میگیم آهنگای افغانی میسرایم، آهنگای هندی، چون موسیقی و مدنیت ما یک پیوستگی مخصوص دارد. آهنگای ما هم به هم دیگر مانند هستند. موسیقی امروز من شما بسیار خوب میدونید که من شادروان احمدزایی رو بسیار دوست میدارم. سرودهایش نه تنها من، تمام تاجیکستان و فکر تمام تاجیکان خرد و کلان و همه دوست میدارن، همه آهنگایشون، همه آوازخوانای ما. و یک پیوندگری در میان مثلا صنعت هندوستان و فارس. بله، احمدزایی به میان آورد. یک رشته هستند که میپیوندند. خیلی. و امروز باز یک آهنگی اون کس رو میخواستم سرایم. چی آهنگ است؟ آهنگ است امشب از باده خرابم کنو بگذار بمیرم. واقعا یکی از ترانه‌های خیلی محبوب شادروان احمدزایی است. بسیار آهنگ آرام است ولی بسیار این آهنگ رو دوست می‌دارم و نمره اصلا تمام ترانه‌های احمدزایی شنیدنی است واقعا. خیلی از هر وقتی که از جانب دلخواه هنرمند صدا می‌دهد همون مثلا ارزشش را، همون جوهرش را گم نمی‌کند. من فکر میکنم که هنرمندانی محبوب و هنرمندانی حرفه این ترانه را اجرا کنند. من فکر میکنم که در تاجیکستان و در افغانستان یگان هنرمندی نیست که یک ترانه از شادروان احمدزایی نسراییده باشه. و بعضی هنرمندان با ترانه های احمدزایی معروف شدند. بله مشهور شدند. درست است که برای همین هم بلبل شرق گویم خطا نمیکنم. از اون کس میخواستم یک آهنگ پیشنهاد شما کنم. بفرمایید. خرابم کنو بگذار بمیرم.
کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم قصه عشق و بگوشی من دیوانه چی خوانی قصه عشق و بگوشی من دیوانه چی خوانی بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم زندگی تلخ و تر از مرگ و بود گر تو نباشی زندگی تلخ و تر از مرگ و بود گر تو نباشی پس از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم پس از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم احسن آفرین واقعا لذت بردیم از ترانه‌ای که شما اجرا کردید تشکر. محبت و دوستداری به ترانه‌های احمد ظاهر از کجا سرچشمه میگیره؟ рости гап ман аҳмад зоҳирро аз хурдсолӣ гӯш мекунам чунки падарам мухлиси ашадишан буданд ва дар ёдатон бошад магнитофонҳои доштем ки дар он кассетаҳо буданд гӯш мекардем ҳар субҳ падарам барвақттар аз мо бедор мешуданд ва мусиқӣ мемонданд амин аҳмад зоҳира мемонданд мо гарчанд хобам будам амин мусиқӣ дар гӯшам медаромад гарчанд суханҳояш он вақт намефаҳмидам хурд будам вале тамоми мусиқиҳои оҳангҳои аҳмад зоҳира аз ёд медонистам бале бале ва баъд аз он ки боз калонтар шудаму бисёр ки ман оҳангҳои ҳиндиро зиёд гӯш мекунам дӯст медорам гӯш мекардам вақте ки аҳмад зоҳира гӯш мекунам бисёр як бия дар бораи ҳамин алоқа бигем масалан ҳамин як алоқагии зиж дорад як масалан омехтагии хосае дорад бо оҳангҳои ҳинду чунки ногуфта намуд ки мусиқии классикии афғонҳо ин мусиқии классикии ҳинд аст ва ҳар оҳанге ки онҳо менависанд мағз дар ҳамон рогҳои ҳиндӣ менависанд барои ҳамин фақат ба забони форсӣ сароида мешавад ин ҳамсоягиву рафтуомаду ин чизо фикр мекунам хеле бале ва инчунин мусиқиҳои аҳмад зоҳирам то ҷои ман маълумот дорам дар ҳиндустон таҳсил кардан мусиқӣ омӯхтанд умуман бисёре аз овозхонҳои
کشور با ما همسایه افغانستان زیاد در هندوستان و پاکستان تحصیل کردن، موسیقی کلاسیکی هندی رو می‌آموزند و این البته یک تاثیر خود را دارد، چون که تمام آهنگ‌های آنها در همین راگ‌های هندی نوشته شدند و بسیار باز احمد ظاهر در بسیار آهنگ‌هایی که از فیلم‌های هندی هستند با آنها به زبان فارسی خوانده، چیزی که اونها متنش شعرش فارسی است و آهنگ هندی است. زیاد است این چیز و اون آهنگ‌هایی که خودشون هم ایجاد کردن بسیار به آهنگ‌های هندی مانند هستند. برای همین چون من موسیقی هندی رو دوست می‌داشتم زیاد فیلم‌ها می‌رفتم و گوش می‌کردم. احمد ظاهر هم بسیار به من خوشم می‌آمد چون به زبان مادری ما بود و فارسی بود. زیاد گوش می‌کردم، زمزمه می‌کردم. و نه تنها از موسیقی هندوستان احمد ظاهر الهام گرفته است، همچنین از موسیقی اروپایی، از راک و از جاز، مثلا ژانر موسیقی نیست در موسیقی احمد ظاهر دیده می شود. اگر مشاهده کرده باشید آهنگ‌های اروپایی هم بسیار گرفته به زبان فارسی سراییدند. اون کس چون یک نابغه بودند و بسیار آهنگ‌های هر ملت و هر زبان و هر منطقه را گوش می‌کردند و کوشش می‌کردند که یک در موسیقی یعنی افغانی یا فارسی گویم یک دگرگونی وارد کنند توسط آهنگ‌هایشان. فکر می‌کنم کدام ترانه‌هایشان را بیشتر دوست می‌دارید؟ من ترانه‌ای که زی دستم بر نمیخیزد که خودم بازخوانی کردم بسیار دوست می‌دارم. این ترانه رو من یکم مراتبه از احمد ظاهر از استاد شادرمان قربان علی عبدالله شنیدم، چون اون کسان بسیار مخلص بودند و ما چون در انسمبل دریا کار می‌کردیم بعد از اون که تمرین‌های خودمون تمام می‌شد ما همراه استاد اون کس می‌شستند کتابچه داشتن که آهنگ‌های احمد ظاهر بود سرودهایشون تمرین می‌کردم و ما رو حتما دعوت می‌کردن پروین بیا می‌خوانی میگفتن ما دو کسا می‌خوانیم و یک روز اون کس خواندن من بسیار آهنگ‌هاشون رو می‌دونستم متاسفانه این آهنگ نشنیده بودم و اون کس زمزم کرد زی دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم بجز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم. اون کس خواندن چون این آهنگ هندی است احساس کرده که آهنگ هندی است کدام یک از راگ‌های هندی است و بسیار با من یک تاثیر کرد. من تا آخر گوش کردم گفتم استاد این آهنگ از کی است سرود؟ گفت چطور از احمد ظاهر است نشنیده؟ متاسفانه نشنیدم. بسیار خوشم آمد. همراه استاد چند دفعه من خواندم و بعد با استاد به من ثبت احمد اصلیش رو دادن. من گوش کردم گفتم استاد جان من رو بازخوانی کردم میخوام. چرا نه؟ اگر که میخواهی بخوام. من رو خواندم. ترانه ای پادشاه خوبان این ترانه رو من زیاد دوست می‌دارم از احمد ظاهر. این نگفتم من این آهنگ هندی است. هندی است؟ بله این است کدام یک فیلم بسیار قدیمی هندی است. اگر خطا نکنم به فکرم که محمد رافی خوانده است. استاد محمد. اگر من از شما درخواست کنم 4 مصرعش رو بخون. ای پادشاهی خوبان داد از غم تنهایی دل به تو به جان آمد وقت است تو که باز آیی ای پادشاهی خوبان. تشکر، خسته نباشید. آخرا این ترانه زیباست و اصلا تمام ترانه هایش شنیدنی است. من هر وقتی که دلم میل موسیقی شنیدن میکند حتما که سر میزنم به موسیقی احمد ظاهر و ترانه های احمد ظاهر. نه تنها موسیقی های جذاب بلکه اونقدر متن های دلنشین و پرمضمون و والا در ترانه های احمد ظاهر جا داده شده است که واقعا فکر میکنم هر شنونده از آنها لذت میبرد. بله باز یک آهنگ احمد ظاهر من بازخوانی کردم میروی از من و لبریزی فی خانم چی کنم. آهنگ آرام است ولی چون من بله میروی از من و لبریزی فی خانم چی کنم. اینم هنده است فکر میکنم. میشوی دور و از این غم نگرانم چی کنم. این آهنگ آرام است ولی چون من با تنظیمگر موسیقی بردم خواستم گفتم این آهنگ را خواندم میخوام وقتی ثبت کردم من این رو یک کمی شاد خواندم. احمد ظاهر این همه قسم خوانده است در کدام محفل من گوش کرده بودم و همین رو تنظیم کردن بسیار تنظیم خوبی موسیقی کردن که این آهنگ هم بین هواداران موسیقی احمد ظاهر یک کمی مشهور شده است. بله و تا حال مثلا ترانه های احمد ظاهر محفل آرا است. مثلا اگر جای چند نفر فرهنگی چند نفر مثلا
آدمانی که با موسیقی سر و کار دارن نشینن حتما که از موسیقی احمد ظاهر نیز یک ترانه میخوانند. یک ترانه بسیار زیاد دیدم، چون شما میدونید که روز تولدشون رو هم قید میکنن در تاجیکستان. علاقه‌مندانشون خیلی زیاد هستند. خیلی زیاد است. حتی در تاجیکستان چندین کتاب ها درباره احمد ظاهر نوشتن. باز چه دستاویز دارید؟ باز یک آهنگ هندی میخواستم، چون همیشه میدونید که مرا همچون سراینده آهنگ های هندی میشناسند زیادتر مردممون. یک آهنگ از کینوفیلم قدیمی هندی است، آپ کی نظرانی سمجھا، که خانم شادروان لتا منگیشکر است. چند سال داشتن؟ فکر میکنم از 90 بالاتر بودن. 92 ساله بودن تا جای معلومات دارم و زیاده از 36,000 سرود سراییدند. خانم لتا منگیشکر نه تنها در موسیقی هندوستان بلکه در تاثیر یعنی خودشان را در موسیقی دنیوی گذاشتن، یک سهم خودشان را. اون کس را بلبل هندوستان میگویند. درست است در حقیقت. یکی از شاه ستون‌های صنعت موسیقی هندوستان. مثل اون کس فکر میکنم شاید که دیگر نباشد. واقعا. خب بفرمایید. धड़कन
تشکر زیاد. بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان عزیز. برنامه خاطره ها است و ما مهمان داریم. مهمان برنامه ما پروین محمدیار هستند که بیشتر در میان مردم تاجیکستان با اجرای ترانه‌های هندی معروف هستند و باز هم یک ترانه هندی رو پیشنهاد ما کردند که از آوازخوانان معروف هندوستان، یک نابغه صنعتی هندوستان هم گویم اشتباه نمیکنیم، لتا منگشکر که واقعا هم یک ترانه زیبا بود، شنیدنی بود، ولی من مضمونش رو نفهمیدم چون زبان هندی رو نمیدونم. شما که زبان هندی رو بلدید، این ترانه درباره چه قصه میکند؟ چون همیشه تمام ترانه ها شما میدونید که درباره عشق است. بله. خصوصا اون ترانه هایی که در فیلم ها سراییده شدن. اینجا چند کلمه هایی بودن که فارسی بودن. بله. منزل، ساحل. بله بله. اینجا میگید که در منزل ساحل گفتید، میگه آپ کی منزل همه میری منزل آپ ہے. من منزل شما هستم، شما منزل یعنی منزل من هستید. میفهمید دیگر منزل. کیوں میں طوفان سے ڈروں میرا ساحل آپ ہے. من از طوفان چی بترسم که ساحل من یعنی شما هستید، تکیهگاه من ساحل من. کوئی طوفانوں سے کہہ دے مل گیا ساحل مجھے. میگه کسی هست با طوفان ها گوید که من منزل خودم رو، یعنی شخص دوست داشته خودم رو، این به این معناست منزل خودم رو پیدا کردم، یافتم. با موضوع های شعرهای فارسی بسیار نزدیک است. بسیار. و شما گفتید مثلا 50% کلمه های زبان هندی رو کلمه فارسی ترکیب می‌کنید. بعد وقتی که می‌آموزی مشکل نیست، یعنی علاقه تلفظ اجرای بعضی. من یک چیز رو گفتم، وقتی که ما زبان می‌آموختیم، زبانی یعنی شد هندی میگن، یعنی صاف پاک هندی، اونجا کلمه های فارسی هستند، ولی خیلی که در وقتی گپ زدن و در فیلم ها استفاده میکنن اون خیلی نیست. زبانی که تازه هندی است، زیادتر کلمه های قدیمه هندی خود را استفاده میکنن، ولی که در گفتگوی عادی، در تلویزیون ها، در فیلم ها زیادتر با اردو گپ میزنن، بسیار کلمه های فارسی رو استفاده میکنن. این خیلی گویم درست‌تر میشود. ولی باز هستن برنامه‌های اخباری که من از روی اون که تلویزیون‌هاش رو زیاد میدیدم، اخبار که تلویزیون‌ها میرود با زبان تازه هندی میرود. لیکن برای ما تاجیکان مشکل نیست آموختن زبان هندی. یکم گراماتیکش مشکل تر است، باقی دیگر در جمله. در چند وقت از خود کردید؟ من در 6 ماه. من در مرکز فرهنگی تحصیل میکردیم، کورس زبان هندی بود، اونجا خواندیم و برای چی زود یاد گرفتیم؟ برای اون که ما اینچنین من هم با زبان هندی می اومدم و بعد از این با مرکز فرهنگی برای آموختن رقص هندی اومده بودم همراه استاد. اون کس که تاجیکی را نمی‌تونه هندی که گپ می‌زدیم برای زودتر یاد گرفتیم. تا جایی که میدونم مثلا میگن که در یک روز اونقدر مثلا زیاد کار میکرده است، در یک روز حتی تا 5 سرود رو ثبت میکرده. بله، اون کس از خردسالی سرود میخواندن چون پدرشون در فیلم ها نیز نقش میآفریدند. بله، پدرشون آوازخوان بودند و زود از دنیا میگذرند. اون کس مجبور میشوند که در فیلم اندستری وارد شوند و از همون وقت سرود میخواندند و هم رول میبازیدند. خودشون در بسیار مصاحبه هم گفتند اون که موسیقی کلاسیکی رو که میآموختند، وقتی که شما موسیقی کلاسیکی هندی رو میآموزید، سراییدن دیگر سرودها بسیار آسان میشد. سرودهای فیلمی برای اون کس یگان مشکلی نداشتن. باز میگفتند که اون کس مشکلات داشتن در زبان هندی رو خوب نمی‌دونست، چون اون کس از زبان مراఠی گپ می‌زدن. مثلا هر ولایتش زبان خود را داره. شما می‌دونید که در هندوستان زیاد زبان هست. و اون کس گفتن که من بسیار مهنت کردم که اردو رو یاد گیرم، من بسیار مهنت کردم که هندی رو یاد گیرم، چون وقتی غزل می‌خوندم تمام غزل‌ها به زبان اردو نوشته شده است. چون وقتی غزل می‌خونم من باید با اردو گپ زده تلفظ کردن، خصوصا حرف ق که در زبان هندی نیست. تلفظ بسیار کلمه هایی که از فارسی گذاشتن، از عربی گذاشتن، تلفظ آنها رو یاد گرفتم. و گفتن وقتی که من سرود میخوانم، پیش از اون که سرود غزل خواندم، شعرش رو چند دفعه قرائت کرده بلند بلند میخواندم، هم گوشم از یاد میکند میگفتن و هم زبان تلفظ خوب میشد. بسیار چیزایی است که از اون کس، خصوصا آوازخوانا، بسیار چیزا رو از اون کس آموختن و بیشتر در پس پرده بودن، یعنی برای فیلم اون کس در فیلم ها میسرودن. بغیر از این کنسرت ها دادن. شما دیدید که در تالارهای کلان همراه ارکستری که تمام آوازانده‌های بهترین هندوستان جمع شدن، بسیار کنسرت کلان میدادن. در حقیقت اون کس فکر میکنم دیگر مثل خانم لتا منگشکر کسی نیست و تا آخر عمر می سراییدن. واقعا اگر مثلا سن 70 سالگی اون را اگر ترانه خوانی اشاره گوش کنی و چهرهشون رو ببینی، فکر میکنی آخرین فیلمی که سراییدن در فیلم ویر زره است. در فیلم ویر زره با فیلم آخرین بار همونجا سراییدن. بعد از اون کس میخوندن سرودهای کلاسیکی، ولی در فیلم ها نه. در فیلم ها نه، اما برای خودش. آهسته به فرجام برنامه هم رسیدیم و فکر میکنم که باز هم یک دستاویز دارید.
بله، یک آهنگ محلی افغانی است. چون بسیار خوشم اومد، همین چیز انتخاب کردیم، مشق کردیم و امروز پیش. چی ترانه است؟ حوصله نام دارد که من این سرود رو از خانم سلما جهانی شنیدم که بسیار اون کسام یک آوازخوانی خوب هستند از افغانستان. بسیار به دل من نشست، راستی گفتم خواستم همین چیز رو من. خب بسیار عالی می شود. سپاس میگویم به شما که تشریف ما را قبول کردید و در برنامه ما مثلا ترانه های گوناگون را اجرا کردید. تشکر. هم از ترانه های هندی، هم از تاجیکی و از مثلا مرز اون طرف از افغانستان است. امروز پیشنهاد بیننده کردید که من فکر میکنم هر یک نفر با این ترانه ها خاطره های جالب داشتن. شاید با شنیدن این ترانه ها روزگار ماضی خود را به یاد آوردند و بگذار که همیشه با شنیدن همین گونه ترانه ها لحظه های بهترین حیات خود را به یاد بیارند. زیرا که انسان همان وقت موسیقی را گوش می‌دهد که خوش است. درست است. و زندگیش خوش است. شاید که در زیر این نواها رقص کرد، شادی کرد و اگر لحظه های بهترین حیاتش سپری گردید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه خاطره ها و با یک ترانه فکر میکنم با برنامه ما انجام میبخشید. تشکر برای دعوتتان و نگفته نماند که هر وقتی که دعوت میکنید به برنامه‌هایی که با صدای زنده و با نوازش زنده میگذرد ما باز یک مسئولیت احساس میکنیم، زیادتر تمرین میکنیم، زیادتر آهنگ‌ها رو پیدا میکنیم، هرچند بازخوانی هم باشه. یک سرودایی هستن که کمک از خاطر مردم رفتن ولی طریق برنامه شما یادرس میشه به شما نیست، به تمام کارمندان تلویزیونی سفینه، خصوصا به کارمندان تکنیکی که پس پرده هستن امروز کمک میکنم. به همه اینها تشکر میگم. سلامت باشید. تشکر. و دوستان عزیز در رسیدیم به انتهای برنامه خاطره ها. آرزوی آن رو داریم که همیشه خاطره های نیک زندگی شما به یادتون بیاید و باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما می شود. خداوندا دلم دیوانه کیست، شب ز منزل می برایی، فضای سینه من خانه کیست، مست به بوستان می درایی، ز سنگ کعبه می جویم نشانش، جان من دل می ربایی، بت من محرمی بود خانه کیست، همچو بلبل می سرایی، حاصل من به سر آمد، زیبر یار خبر آمد، که شمی بزمی رقیبان شده یارم شده یارم، حاصل من به سر آمد، زیبر یار خبر آمد، که شمی بزمی رقیبان شده یارم شده یارم. نفس تنگ است کجایی دل نبازم، شب ز منزل می برایی، به درد دوریت تا کی بسازم، مست به بوستان می درایی، بیا یک لحظه در دیده و دل، جان من دل می ربایی، که پیش چشم تو جان را ببازم، همچو بلبل می سرایی، حاصل من به سر آمد، زیبر یار خبر آمد، که شمی بزمی رقیبان شده یارم شده یارم، حاصل من به سر آمد، زیبر یار خبر آمد، که شمی بزمی رقیبان شده یارم شده یارم. سیاه چشمان سیاه مست شبم من، شب ز منزل می برایی، قد گردیده بر دستت شبم من، مست به بوستان می درایی، نویسم مطری نازت قطره قطره، جان من دل می ربایی، فدای بودن و هستت شبم من، همچو بلبل می سرایی،